президент ازبکستان شفقت میرزیویف روز 8 اپریل سال 2024 با سفر دولتی وارد تاجیکستان شد. سفر او 2 روز دوام میکند و قرار است در جریان آن بین دوشنبه و تاشکند 28 سند نو همکاری به امضا برسد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که در فرودگاه بین المللی دوشنبه میمان اولی قدر را برای نشان احترام و صمیمیت عالی و حسن همسایگی و برادری شخصا خود امام علی رحمان استقبال گرفت. معمولا برای پیشواز سران کشورهای دیگر به فرودگاه یگان عضو بلندپایه حکومت را میفرستند. امام علی رحمان شفقت میرزیویف را به تاجیکستان خیر و مقدم گفته اظهار اطمینان کرده است که سفر دولتی او به تاجیکستان به تحکیم و توسعه همکاری، دوستی، مناسبت‌های شریکی استراتژی و همپیمانی دولت‌ها مساعدت خواهد کرد. سفر دولتی پرزیدنت کشور همسایه 2 روز ادامه یافته روز 19 اپریل خاتمه می‌یابد. اطلاع داد برای رادیو تاجیکستان سردار ریاست کشورهای اسنگه در وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان احمد سید مرادزاده. بنا به اطلاع سید مرادزاده تا کنون بین دوشنبه و تاشکند بیش از 150 سازشنامه بسته شده است و در جریان سفر دولتی میرزیویف بین تاجیکستان و ازبکستان 28 سند نو همکاری به امضا خواهند رسید. سید مرادزاده گفت با 600 میلیون دلار حجم سالانه تجارت خارجی ازبکستان در پنجگانه اول شریکان تجارتی تاجیکستان قرار گرفته است، ولی سران دولت‌ها وظیفه گذاشتند که گردش مال بین دو کشور در آینده نزدیک باید به 1 میلیارد دلار رسانیده شود. در حاشیه سفر دولتی میرزیویف به دوشنبه یک زمره چهاربینی‌ها از جمله فورم صاحبکاران و سرمایه‌گذاران دو کشور، نمایشگاه محصولات ازبکستان، روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان، نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنر و عنعنه‌های کشور همسایه در باغ کوروش کبیر پایتخت، فورم زنان و فورم رکتوران مکتب‌های عالی دو کشور برگزار می شود. این دومین سفر دولتی میرزیویف به تاجیکستان است. سفر یکم او در ماه مارس سال 2018 صورت گرفت. با نتیجه های تاریخیش از جمله بیکار کردن نظام روادید بین دو کشور همسایه، باز کردن گذرگاه مرزی و افتتاح دگرباره پروازهای هواپیماها و رواهای اتوبوس‌ها، یک سفر تاریخ ساز در روابط تاجیکستان و ازبکستان دانسته می شود. میرزیویف بار آخر سال 2021 با سفر رسمی از تاجیکستان بازدید کرده بود. امام علی رحمان نیز ماه آگوست سال 2018 به ازبکستان سفر دولتی داشت و سال 2021 سفر رسمی. این به استثنای دید و بازدیدهای آنها در حاشیه نشست‌های منطقوی است. شفقت میرزیویف که 67 سال دارد و سال 2016 این قریب 8 سال باز رهبری ازبکستان پر اهالی ترین کشور آسیای مرکزی را در دست دارد. در تاجیکستان و منطقه به خصوص در بین مردم عادی از آبروی ویژه برخوردار است.